سلام خانوما، حالتون چطوره؟ امیدوارم یه روز یا شب عالی داشته باشید. حالا بسته به هر جایی که دارین از اونجا ویدیو رو میبینید. من مردیکا هستم، طراح لباس و نقاش. توی اولین ویدیو چنل اومدم خودم رو معرفی کنم و بهتون بگم که هدف این چنل چیه و اینکه چه نوع محتواهایی قراره اینجا منتشر بشه. بعضیاتون ممکنه منو از پیج اینستاگرامم مرلیکارت بشناسید که یه تریبون خیلی کوچیکی اونجا داشتم و طی یه مدت کم تونستم با خیلی از شما خانم‌های خوشگل و با انرژی دوست بشم و صمیمی بشم و یه کامیونیتی و گروه خیلی صمیمانه و یه محیط امنی و اونجا درست کردم. توی پیج اینستاگرام ما سعی می‌کردیم به هم دیگه انرژی مثبت بدیم، به هم دیگه چیزای جدید یاد بدیم و فارغ از هر گونه قضاوت زمان خوبی رو با هم بگذرونیم. این چنل یوتیوب هم قراره همین روند رو داشته باشه، منتها به صورت تخصصی تر در مورد 0 تا 100 استایلینگ. به نظر من هر خانومی فارغ از هر گونه قضاوت لایق اینه که به بهترین نحو و همون جوری که خودش دوست داره خودش رو استایل کنه و لباس بپوشه. توی این کانال سعی میکنم که به زبان ساده هر چیزی که راجع به استایلینگ و فشن یه خانم نیاز داره بدونه رو بهتون بگم. از تشخیص توناژ پوستی گرفته تا تشخیص فرم بدن، شناختن استایل های مختلف و یا حتی تاریخچه فشن و هنر. سعی میکنم که اینجا یه مرجعی باشه که شما با استفاده از محتوایی که اینجا میبینید بتونید سلیقه خودتون رو شناسایی بکنید و بتونید تشخیص بدید که بهترین نوع لباس پوشیدن برای شما چیه. همونطوری که گفتم اسم من مردیکا، بخش اول اسمم مر از کلمه مرمید و مروارید اومده. دلیل علاقم به مرمید همون پری دریایی اینه که پدر من کاپیتان غواص بوده و به خاطر شغلش اکثر زمانهای زندگیمو کنار دریا گذروندم. خب این قضیه توی سلیقه من خیلی تاثیر گذاشته. هر چیزی که به دریا مربوط بشه مثل مروارید، صدف، پری دریایی باعث میشه که من حس خوبی داشته باشم و به وجد بیام. معمولا هم از المان‌های دریایی خیلی توی استایل کردن خودم و طراحیام استفاده میکنم. البته من از بچگی توی یه دنیای فانتزی متفاوتی زندگی میکردم. عاشق کارتون‌های دیزنی، پرنسس‌ها، هر چیز فانتزی و رویایی بودم و همه اینا توی طراحیام یه جورای خودشون رو نشون میدن. مطمئنم خیلی از شما سلیقه و علایقتون با من یکیه و من خیلی خوشحال میشم که شماها رو توی این مسیر کنار خودم داشته باشم. اینجا یه محیط امنه که شما فارغ از وزن، رنگ پوست، طرز فکر و هر گونه چیزی که شما رو خاص میکنه میتونید هویت فردیتون رو بیان بکنید و من اینجا بدون هیچ گونه قضاوتی سعی میکنم که به شما کمک کنم که شما بهترین نسخه خودتون باشید، نه اون چیزی که فکر میکنید باید باشید. چون به شدت اعتقاد دارم که خاص بودن و متفاوت بودن آدم اونا رو به مراتب جذاب‌تر میکنه. ممنونم که تا اینجا به صحبتام گوش کردید. خیلی خوشحال میشم که اگر توی این مسیر همراه من باشید و بهتون پیشنهاد میکنم که از این بعد ویدیوها رو از دست ندید. بای.